در قدم اول بسیار تشکر. سلامت باشین نیلوفر جان، که شما بر ما وقت دادین که ما با شما یک اینترویو داشته باشیم. در سوال اول من میخواستم فقط شما در مورد خود یک معلومات مختصر بر ما بدین و در رابطه با فعالیت هایتان در افغانستان و همچنان چطور خواستین که شما جامعه افغانستان مثلا کسایی که شما کار میکنین اونا رو حمایت بکنین. من نیلوفر مرادی هستم. پیشین کاریم خبرنگاری هست و ما به عنوان میدیا اکتیویست و همچنین فعالیت های حقوق بشری و حمایت از زنان کار کردیم. ولی بک‌گراند اصلی من خبرنگاری هست و ما بسیار خوشحال هستم که یک نقش کوچک در آزادی بیان و اطلاع رسانی در افغانستان داشتیم. ما 27 ساله هستم و در کابل متولد شدیم. تحصیلات ما در رشته حقوق و علوم سیاسی هست، ولی بنا به علاقه‌ای که به خبرنگاری داشتم ما خبرنگاری رو انتخاب کردم و خواستم که در این رشته کار بکنم. در موردی که ما چرا خواستم که از زنان حمایت بکنم و در بخشای حقوق بشری، حقوق زنان و جندر و همچنین آزادی بیان کار بکنم و فعالیت بکنم، مسلما وقتی که ما در افغانستان تولد شده باشیم و زن باشیم، با توجه به امو جامعه سنتی که در افغانستان وجود داره و مبارزات چندین دهه زنان در افغانستان، ما شاید یکی از کوچکترین عضو جامعه افغانستان باشم که خواستم برای زنان و برای حقوق زنان در افغانستان کار بکنم. و به او خاطر مسلما اونمون نیازی که در جامعه افغانستان بود که ما اول باید همون مبارزه را از داخل خانه خود شروع می کردیم، تا ای که برای زنان، حقوق زنان، دسترسی به تحصیل، دسترسی به کار و همچنان آزادی های فردی و حضور در جامعه باید مبارزه می کردیم. و من خوشحال هستم که یک بخش کوچک از کسایی هستم که در عرصه کار کردیم. بسیار تشکر نیلوفر جان. در این جریان چی چالش ها را شما تجربه کردین و چی گونه از این چالش ها شما دانستین که برای خب خوشبختانه ما در یک فامیل به دنیا آمده بودم که مادر ما تجربه 30 سال کار در عرصه حقوق بشر، جندر و بخش آموزش را داشت و این باعث شد که خانواده ما از ما حمایت بکنه و طبیعتا که جامعه در زمانی که مادر ما در افغانستان کار میکرد و دههای قبل سختتر بود، ولی وقتی که ما در جامعه افغانستان پس از سال 2013 ما فعالیت هایم را آغاز کردم و این ممکن در برهای متفاوت تجارب اشخاص متفاوت باشه. در اون زمانی که من کارش رو کردم یک کمی جامعه بسیار زیاد تغییر کرده بود. مثلا زنان به عرصه‌های مختلف کار میکردن، حق تحصیل داشتن. طبیعتا که مشکلات و جنجالای وجود داشت، ولی ما خوشبختانه حمایت فامیلم را داشتم و تانستم که از همه چالش ها عبور بکنم. نیلوفر جان، میشه که یک دستاوردتان، یک خاطری که به یاد ماندنی باشه از موفقیت هایتان خود ما شریک بسازید؟ اه، این فکر نمی کنم که دستاورد گفته شود، ولی بر ما بسیار جالب هست و این را می خواهیم به عنوان همیشه بر ما به عنوان چیزی که ما به او باور داریم که بخوایم به او به خاطرش تلاش بکنیم و هیچ وقت دست از مبارزه بر نداریم. ما زمان کودک بودم در یکی از قریه های دور افتاده دایکندی ما زندگی می کردیم و پدرم یک رادیو خریده بود بر ما تا گاهی وقت خودش اخبار میشنید و ما مثلا یکان برنامه تفریحی رادیو آزادی، رادیو بی بی سی را میشنیدیم.
و من بسیار زیاد علاقه داشتم به خبرنگاری. ولی مثلا پدر و مادرم دوست داشتن که من حقوق بخوانم و مثلا وکیل مدافع شوم یا مثلا قاضی شوم. ولی ما با مو عشق که به خبرنگاری داشتم، ما به خواست فامیلم حقوق و علوم سیاسی خواندم. ولی ما ام، هیچ وقت تسلیم نشدم و خبرنگاری را بدون از اینکه من مثلا اکادمیک خبرنگاری را آموخته باشم خبرنگار شدم و اما علاقه ما بود به خبرنگاری. در نظر شما روز جهانی پناهندگان به نظر شما چی معنا داره و چی پیام برای روز شما داریم؟ ما به اشتراک بگذاریم. بر من بسیار سخت است که در این مورد صحبت بکنم، به خاطر از این که وقتی که صحبت از پناهندگی، از اینمی کلمه پناهندگی میشه، یادآور امو خاطرات که ما پس از سقوط افغانستان داشتم بر من هست و همچنین به این معنا هست که در جهان هزاران انسان مثل ما وجود داره که اونا مجبور هستن خاک و وطن و همه چیزی که دارن ترک بکنن و به یک جای، به یک مکان دیگه پناه ببرن، به اصطلاح تا بتونن در اونجا زندگی بکنن و از چیزی که باعث میشه که اونا در خطر باشن، در تهدید باشن یا چیزهای متفاوتی که باعث شده که یک انسان نتونه در سرزمینش زندگی بکنه و آرامش شوه و حق و آزادیش سلب میشه. به او خاطر من خوشحال هستم که در افغانستان تحت سلطه طالبان زندگی نمی کنم. ولی مهاجرت ما خودخواسته نبوده. ما وطنمان را دوست داشتیم و میخواستیم که زندگی بکنیم. اولین چیزی که به عنوان یک پناهنده بر ما اتفاق افتاد که ما دچار بحران هویت میشیم که در کشور جدید با زبان جدید با فرهنگ جدید ما کی هستیم و همه چیز ما را از زبان تا اون مخاطرات کودکی، تحصیلات، تجربه کاری را ما همه چیز را از دست میدیم. این تجربه شخصی ما هست و ما مجبور هستیم که همه چیز را از صفر شروع بکنیم. ولی یگانه چیزی که بر من جالبی است که خوب است که ما مثلا همی پناهندگی را داریم که حداقل به عنوان یک انسان وقتی که ما نمیتونیم در کشور خود از همه چیز محروم میشیم و در اونجا زندگی کنیم، ولی میتونیم که در یک مکان دیگه زندگی بکنیم و پیام ما بر تمام کسایی که مثل ما پناهنده شدنی است که یگانه چیزی که میتونه کمک بکنه ای است که ما بپذیریم که ما اینمی یک سرزمین نو هست و با دستاوردهای کوچک را گرامی بداریم و پذیرش فکر میکنم بسیار زیاد کمک میکنه. شما آینده افغانستان را چی میبینید و اگر موقع مساعد شود شما میتونید که پس دوباره به افغانستان برین چی گونه تصور میکنید شما؟ بر ما در افغانستان تحت حکومت طالبا به هیچ جرمان نمیخوایم برگردم. افغانستان وطن ما هست. ما هر روز به کوچه های خاکی کابل فکر میکنم و در کندی که کودکی ما سپری شده و ما به سختی 2 ساعت تا 4 ساعت راه را من روزانه پیاده رفتیم تا که به مکتب برسم و بر ما آسان نبود که ما او را از دست بدیم و همه چیزی که ما داشتیم، نه تنها ما، تمامی زنان افغانستان برای دستاوردشان قربانی داده بودند و به او خاطر ما در افغانستان تحت حکومت طالب بر نمیگردیم. ولی روزی که طالبان نباشه ما چرا نه، ما میخوایم به افغانستان برون. فردای طالب ما در افغانستان خواهم رفت و وضعیت افغانستان را که شما پرسیدین، متاسفانه در سال 2024
زنان تمامی حقوق و آزادی های فردیشان را از دست دادن و مردم غذا برخوردن ندارن. مکتب به دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست. زنها از تمام مکانهای عمومی منع شدن، از رفتن به جیم، از رفتن به مکتب، از رفتن به کار، از رفتن به پارک، از حتی اجازه سفر را ندارن بدون محرم. و ممکن خانواده‌ای باشه که نه پسر داشته باشه و نه شوهر داشته باشه و نه پدر و هیچ مردی که شاید او خانواده وجود نداشته باشه و زن به دلایلی که طالبا قوانین وضع کرده و حتی اگر به خاطر مریضیش هم بخواه از یک مکان به یک مکان دیگه سفر بکنه و نمیتونه، چون که طالبا برای اجازه نمیده و باید یا بمیره یا ای که قانون طالب برش اجازه نمیده. پس وضعیت افغانستان تا طالب را میتونیم به یک زندان سربسته برای تمامی مردم افغانستان تعریف بکنیم، چون که نه تنها زنان افغانستان بلکه حتی مردان افغانستان هم حقی را ندارن که چگونه لباس بپوشن و آیا ریششون را کوتاه بگذارن یا دراز بگذارن. پس به او خاطر با به قدرت رسیدن طالبا مردم افغانستان تمامی دستاورده که داشتن در سالهای گذشته پس از جنگ از دست دادن و مردم حتی به خاطر پیدا کردن غذا برای بقیه اعضای خانواده طفلایشان را میفروشن. خصوصا دخترها بیشتر در معرض خریداری و فروش قرار دارند. حتی بعضی از خانواده اعضای بدنشان را میفروشن تا ای که بتانن با فروش اعضای بدنش بر فامیلشان غذا تهیه بکنن. و میخوایم می را بگویم که مردم افغانستان اعتمادشان را به تمامی نهادهای حقوق بشری و بین المللی از دست دادن و خصوصا به کشورهایی که در این جنگ دخیل بودن در افغانستان و نیروهایشان حضور داشت و اونا ادعای حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان داشتن. و من متاسف هستم که ما وقتی که به تمام نهادهای بین المللی و گروه هایی که مدعی حقوق بشر دموکراسی هستند صدا بلند میکنیم، اونا در مورد افغانستان جز اعلامیه های آنلاین دیگه هیچ فشار برای پاسخگو ساختن طالبا وارد نمیکنن و حتی اجازه سفر به طالبا را به کشورهایشان میده و اونا را به گفتگو دعوت. پس میشه گفت که افغانستان تحت حکومت طالب برای تمام مردم افغانستان فقط یک زندان هست. اونا نمیتونن از اون زندان بیرون شون و در اونجا نه حقوق دارند و نه آزادی های فردی و نه غذای برخوردن. سلامت باشید، زنده باشید. نیلوفر جان بسیار تشکر. باز هم سوالای ما تمام شد. فقط لطف کردین، زنده باشین. بسیار زیاد تشکر. شما رو ما وقت دادین. میکنم. قربان سلامت باشین. تشکر. شکر که دعوت کردین. سلامت باشین. بخیر باشین. روز باشین. وقتان خوش. خداحافظ.